درود بر شما، عرض سلام خدمت مخاطبین محترم. در خدمت فراگیران کد 2 دوره MBA دیزاین هستیم. امروز در دانشکده هنرهای زیبا و به دعوت جناب دکتر فلاح عزیز بحثی که شد این بود که اکثر کسب و کارهای معماری و طراحی جزو کسب و کارهای کوچک محسوب میشن و ذاتشون در واقع اسمال انترپرایز هستش یا شرکت کوچک هستن. حالا جدای از اون یه سری ویژگی‌های دیگه‌ای هم دارن که بالاخره ما خودمون تو این همسفر بودن و دوستان معماری در موردش بیشتر آشنا شدیم، مثل پروژه محور بودنش، مثل ورود بحث‌های خلاقانه و تفکر طراحی و حتی هنری به فضای کسب و کار یا همون موضوعاتی مثل دیزاین تینکینگ و همه اینها باعث میشه که فضای کسب و کارهای معماری اصولاً بشه فضای مدیریت کردن یک کسب و کار کوچک که ما حالا برای ایجاد کردن و یا بهبود چنین کسب و کارهایی رو واژه آفرینش و بازآفرینش استفاده کردیم به واسطه اون ذات خلاقانه بودن این کسب و کارها به جای کلماتی مثل بهبود و ایجاد و این موضوعات از کلماتی مثل آفرینش و بازآفرینش صحبت کردیم. برای اینکه بتونیم مدیریت کسب و کار کوچک رو در عمل به دوستان در واقع توضیح بدیم، طبق ایده هایی که در واقع جناب دکتر فلاح همیشه با هم مشورت داریم، ایده بوم رو مطرح کردیم و ما در این حوزه یعنی مدیریت کسب و کار کوچک معماری هم یه بومی رو درست کردیم به نام بوم مدیریت در عمل. خب ایده بوم به این خاطره که در واقع در یک صفحه اصطلاحاً وان پیج بشه یک ایده خیلی مفصلی رو ارائه داد. امروز همه دنیا دارن میرن به سمت تفکر طراحی و ساده سازی و در واقع به اشتراک گذاری مدل های ذهنی مدیران بر اساس در واقع این گونه بوم ها که حالا ما بوم کسب و کار داریم، بوم برند داریم، بوم استراتژی داریم و هر کدوم از این بوم ها یک چیزی رو میان عملیاتی میکنن و این بوم اما بوم مدیریته. یعنی اصولا ما فکر کردیم که اجزای اصلی مدیریت کردن یک کسب و کار رو در دل خودش داشته باشه و ذهنیت ما رو به این جنبندی رسید که از ایده مدل 7S مکنزی استفاده کنیم. در مدل مکنزی میگه مدیریت یک کسب و کار فارغ از اینکه حتی سایز و ابعاد کسب و کار چقدر باشه 7 تا مؤلفه داره. این 7 تا مؤلفه شامل 7 تا اس هم اصطلاحاً که به همین خاطر میگه 7S مکنزی و من سبورتینت ترجیح دادم از واژه 7 سین مدیریتی استفاده کنم براش که تو ذهن ما بهتر بشیم. این 7 تا اس چیا هستن؟ ارزش‌های مشترک یا همون فرهنگ که میشه shared value، استراکچر یا همون ساختار سازمانی، بحث استراتژی یا بحث راهبردهای شرکت، اسکیل یا مهارت‌های نیروی انسانی، بحث سیستم و در واقع اون اجزای سیستمی کسب و کار، بحث استایل و سبک رهبری و همچنین بحث استاف یا نیروی انسانی. 7 تا چرخ‌دنده کلیدی مدیریت کردن یک کسب و کار کوچک. همه اینا رو توی بوم پیاده کردیم. مؤلفه‌های محوریش رو در حدی که بتونیم در یک کارگاه یک روزه با بچه‌ها قسمت‌های اصلیش رو تمرین کنیم و ذهن دوستان همسفرانمون با این موضوعات گره بخوره، آشنا بشن با این مفاهیم تا حدی بتونن مثلا تیمی در موردش روی یک کیس مشخص با هم همفکری کنن تا در آینده بدونن اگر رفتن سراغ آفرینش یا بازآفرینی یک کسب و کار باید در مورد این 7 مؤلفه فکر کنن، طراحی داشته باشن و به جزئیاتش بپردازن و زمانی اونها یک مدیر حرفه‌ای کسب و کار شدن که بتونن پاسخ‌های مناسبی رو و راهبردها و تاکتیک‌های عملیاتی مناسبی رو برای همه این 7 عنصر یا 7 مؤلفه در پیش بگیرن. این ایده به دوستان بسیار کمک میکنه. در تایم بریک هستیم، روی چند تا از مؤلفه‌ها کار کردن گروه‌ها و تیم‌ها و دیدیم چقدر فضای جنب و جوش، فضای کار تیمی و نشاط و در این حال جدیت در مباحث حاکم شده و چقدر دارن به موضوعات عمیق میپردازن و در موردشون گپ و گفت میزنن. خطا دارن اما گفتگو میکنن و بر مبنای سعی و خطا و سعی و خطای هوشمند میرن جلو. ما تو مدیریت میگیم اگر هم میخوایم سعی و خطا کنیم، سعی و خطای هوشمند کنیم. یعنی قبلا فکر کرده باشیم، درفت زده باشیم، طراحی کنیم و بعد اون رو به میدان عمل ببریم و بر اساس درس‌آموزی‌های میدان عمل، درس‌آموزی‌های حاصل از محیط، مشتری، بازار، بازخورها بتونیم مدام این بوم‌هامون رو، این ایده‌هامون رو در فضای بهبود مستمر قرار بدیم و این دوستان ان شاءالله امروز اون مهارت و نگرش اولیه رو در این زمینه به دست خواهند
آورد و بسیار خرسندم و مفتخرم که در این سفر در کنار دوستان در این ماژول ها هستم. متشکرم از شما.